من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد از اینکه الله عزوجل تشویق کرد به سوی جهاد و فرمود هیچی که از اینها نباید مانع جهادتون باشند، اکنون در رابطه با یکی از جهادها و جنگها که بشارتی هم هست الله یادآوری می فرماید. در جنگ حنین، البته این را خدمت شما عرض کنم که در جنگ حنین ابتداءً مسلمانان رفتن، بعد از حنین بین مکه مکرمه و بین طائف هست، تقریبا حدود 3 میل یا بیشتر از 3 میل، نزدیک 6-7 کیلومتر حنین اونجا واقع هست. بعد از اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از مکه رفتن به طرف حنین، حدوداً سپاه مسلمانان 12,000 نفر بود. اونجا 2 تا قبیله بودند، 2 قبیله جنگجو قدرتمند تاکتیکی که اونها همیشه با تاکتیک می جنگیدند، خیلی وارد بودند، قبیله حوازن و قبیله ثقیف. اینها تعدادشون کمتر بود از مسلمانان، بعضی گفتن 8,000 نفر بودند، بعضی گفتن 4,000 نفر بودند. اما مسلمانان برخلاف جنگ های دیگه در این جنگ با یک اعتماد به نفس، بعضی جاها اعتماد به نفس کار میده، اعتماد به نفس خوبه نه هر جا، اعتماد بالله از اعتماد به نفس خیلی بهتره. با یک اعتماد به نفس فوق العاده رفتند و مطمئن بودند با این جمعیت ما شکست نمیخوریم. لذا وقتی که رفتند در همون اولین حمله شکست دادند دشمن را، دشمن گریخت. مسلمانان نشستند و غنایم را جمع می کردند، اما اینها عرض کردم بسیار وارد بودند، اطراف تمام کوه بود و اینها کوه ها را گرفته بودند و از اونجا تیراندازی می کردند. بسیار تیراندازان ماهری بودند، زدن صحابه را، از هر طرف که زدن صحابه سرگردان شدن، پریشان شدن، این طرف اون طرف کجا برند. لذا صحابه گروه شدن، متفرق شدن، عده‌ای به چپ رفت، عده‌ای به راست رفت، گریختند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با تعداد اندکی که گفتند حدوداً 40 نفر بودند در میدان ماندند. ابتدا حضرت عباس بود در کنار رسول الله و حضرت ابو سفیان ابن حرب سردار مکه، نه ابو سفیان ابن حارث که پسرعموی رسول الله بود. اینها در کنار رسول الله بودن. ربیعه هم بود که ربیعه هم از اسیران در جنگ بدر بود
و کمی با فاصله ابوبکر، عمر، علی بودند. بعضی دیگه از صحابه بودند که اینها فوراً جمع شدند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در میدان تنها ماند. بر قاطری آن حضرت سوار بود، قاطر سفید رنگی در حدیث آمده. شعار میداد به خاطر اینکه تشجیع کند مسلمانان را. هیچ شجاعی از پیغمبر شجاعتر نمیتونه باشه. تشجیع کند مسلمانان را و مجددا فرا بخواند به سوی جنگ. گفت انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، من پیامبری هستم نه دروغین، من ابن عبد المطلب هستم، بیایید که با دشمن بجنگیم. حضرت عباس را دستور داد صدا بزنه. عباس صدا زد همه مسلمانان را که بیایید به طرف میدان، الی عباد الله. دیگه وقتی که این صدا زدند همه از هر طرف پروانوار دوباره جمع شدند و تعدادی شهید شدند. مجدد حمله شد و بعداً اونها را شکست دادند، دشمن را شکست دادند و اسیر کردند، کشتند و فتح کردند. این قبیله حوازن، اهل طائف هم حوازن بودند. اینا یک طائفه بسیار بزرگی. رسول الله صلی الله علیه وسلم در جریان طائف که رفت همینها بودند که اون برخورد را کردند. آخر به اوباش ها گفتند که پیغمبر را با سنگ باران بدرقه کنید. پیغمبر از طائف وقتی که بیرون شد سنگ می زدند. امروز هم اونجا همین قبایل هستند. که از علما می فرمود چند سال پیش در سفر حج که من رفتم به طائف، میخواستم برم طائف را ببینم. حدود 60-70 کیلومتر از مکه مکرمه فاصله داره. من رفتم طائف را ببینم. راننده ای که مرا برد، این راننده خودش از همین قبیله حوازن بود. این راننده گفت یک جمله گفت که من خیلی متأثر کرد. گفت تا به امروز هر کسی از ما میپرسه شما از چه قبیله هستی، ما میگیم حوازن، سرمون را پایین میگیریم، خجالت میکشیم که پدران ما با رسول الله چی کردند. ما تا به امروز خجلیم، شرمنده هستیم که چرا اون برخورد را کردیم ما. لذا این قبیله بود در حنین که الله عزوجل اینجا بشارت میده. الله می فرماید لقد نصركم الله فی مواطن کثیرا، همانا الله عزوجل شما را یاری کرد در مواطن زیادی، در میدانهای زیادی، در بدر، در احزاب و یوم حنین و در روز حنین، جنگ حنین. اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شیئا، این دلیل مغلوبیت ابتدایی هست. زمانی که شما را خرسند کرد، شما را مغرور کرد، کثرت شما، فلم تغن عنكم شیئا، این کثرت از شما چیزی را دور نکرد، دردی را دوا نکرد. و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، بر شما عرصه تنگ شد به سبب با وجود فراخی. یعنی اونجا شما اعتماد به چی کردید؟ به جمعیتتون، اعتماد به امکاناتتون. تازه مکه را فتح کرده بودید. قبلا خدمت شما عرض کردم که گاهی اگر ما در هر کاری، در کار دین یا دنیا هم وقتی که طبق دستور خدا باشد میشه دین، همون تجارت شما، در هر کاری ما اگر اقدام میکنیم امکانات برای ما فراهم است، طبق شرایط است، باز هم ما به امکانات خودمون اعتماد و توکل نکنیم، ما به الله اعتماد کنیم، به الله توکل کنیم. شما از اینجا ماشینتون را سوار میشید، حرکت میکنید به طرف مشهد، به طرف تهران میرید، ماشین شما ماشاءالله مجهز، ماشین 0 کیلومتر، آخرین سیستم، هیچ مشکلی ندارد. نه، اعتماد نکن، همین امکان داره خراب بشه، همین امکان داره موتورش جواب بشه. شما با وجود اینکه هم حرکت میکنید اعتمادت را به خدا بکن، دعا بخوان، سوره ها را بخوان و از الله عزوجل در این سفر کمک بخواه.
خدایا من از تو یاری می طلبم که در این سفر یار و یاور من باش. به زبان خودت، به زبان عرض کنم که عربی، هر چی که باشد. اللهم انی اسألک خیر هذا السفر، خیر این سفر را بخواه از الله عزوجل. لذا شما اگر میخواید تجارت بکنید، داد و ستد بکنید، ظاهرا اینطوره که عرض کنم سود شما در این معامله بیسته، بهترین سود را میبرید، همه مردم دارن میکنن، ولی شما به این ظاهر اعتماد نکن، شما اقدام بکن، ریسکش را بکن، اما توکل، اعتماد را بر الله عزوجل. همچنین وقتی که در مقابل دشمن قرار گرفتی، هر دشمنی باشد، کاملا خودت را به رب ببند، به خدا توکل کن، برو به پیش، الله کمکت میکنه، ولو اینکه امکانات ظاهری چه به نفعت هست چه به ضررت هست. اینجا امکانات به ضرر است. الله عزوجل همین نکته را یادآوری میکند که اعجبتکم کثرتکم، شما را کثرت شما خرسند کرد، خوشحال کرد و باعث غرور در شما شد. در جای دیگه هر جا الله میفرماید و توکل علی الله و علی الله فلیتوکل المتوکلون. اینجا خبری از اون توکل نیست یا حداقل کمتر است. لذا الله میفرماید ثم انزل الله سکینته، سپس الله نازل کرد بر شما سکینه را. سکینه یعنی فیض غیبی، امداد غیبی. علی رسوله و علی المؤمنین، الله سکینه نازل کرد بر رسولش و بر مؤمنان. بله، اینجا الله می فرمد و انزل جنودا لم تروها. بعد از اینکه خدا رجوع کرد، مسلمانان توبه کردند، مسلمانان رجوع کردند، استغفار کردند، حال الله عزوجل امداد غیبی هم فرستاد. در جنگ حنین هم اکثر مفسران، با توجه به این آیه که ترجمه می کنم، اکثر مفسران معتقدند مثل جنگ بدر اینجا هم فرشتگان آمدند، فرشتگان فرود آمدند و عملا دشمن را زدند، دشمن را کشتند. لذا الله می فرماید ثم انزل الله سکینته علی رسوله، سپس الله نازل کرد سکینه را بر رسولش و علی المؤمنین، بر مؤمنان یعنی بر قلبشون سکینه آمد. و انزل جنودا لم تروها، و از آسمان نازل کرد لشکری که شما نمیدیدید. عادتا شما نمیدیدید اون لشکر را. این لشکر کی بود؟ لشکر فرشتگان و ملائکه. و عذب الذین کفروا، و عذاب داد، گرفتار کرد الله کفار را. کفار با هزیمت و با قتل و قید و اسارت خدا اونها را عذاب داد. و ذلک جزاء الکافرین، این جزاء کافران است. در دنیا اگر کافر در مقابل حق و اهل حق بایستد، جزایشون همین است. ثم یتوب الله من بعد ذلك على من یشاء. الله می فرماید سپس خداوند رجوع می کند بعد از این بر هر کسی که بخواهد. یعنی چه؟ یعنی هر کسی از این کافران، از این مشرکان، هر کسی که خدا برش مقدر بکند به او ایمان نصیب می کند. چنانچه همه این قبیله هوازن که عرض کردم، اینها توبه کردند، آمدند خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله هم اونها را آزاد کرد و رها کرد. ثم یتوب الله، تفسیر خازن نوشته یعنی فیهدیه الی الاسلام، خدا بر اون رجوع می کند، به این معنی که خدا راهنماییش می کند به سوی اسلام. کما فعل بمن بقی من هوازن، چنانچه به افراد باقی مانده از هوازن الله همین کار را کرد. اونها را الله عزوجل هدایت کرد، حیث اسلموا و قدموا علی رسول الله صلی الله علیه و سلم تائبین، اسلام آوردند و خدمت رسول الله آمدند، توبه کردند. فمن علیهم و اطلق سبیلهم، رسول الله بر آنها منت گذاشت و راهشان را گذاشت.
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. بنویسی هم الذین اسلموا، کسانی که اسلام آوردند خدا بر اونها رجوع می کند. والله غفور رحیم، الله عز و جل بخشاینده و مهربان است. در ادامه بحث جهاد با مشرکین و بعد از مغلوبیت و شکست اهل شرک، خدای عز و جل دستوری را در رابطه با مسجد الحرام صادر می فرمایند. مسجد الحرام که در واقع مرکز توحید هست، در اون مسجد الحرام مشرکان اجازه ورود ندارند و مشرکان را الله تعالی نجس فرموده، ناپاک بیان می فرماید. این ناپاکی مشرکان به دلیل عقاید ناپاک هست، دیدگاه و عقیده ناپاک دارند. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس، ای مؤمنان جزی نیست که مشرکان نجس هستند. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعد از این سال، این سال 9 هجری بود، بعد از سال 9 هجری اینها نزدیک مسجد حرام نیایند، نزدیک نیایند. علما می فرمایند که نزدیک مسجد حرام جز حرم است، تقریبا تا 6 کیلومتری مکه مکرمه این جز حرم مکی هست. مشرکان اجازه ورود در حرم ندارند، بعد از اون سال ممنوع قرار گرفتند و تا امروز ممنوع هستند. اما یک نکته که اینجا هست، فرموده مشرکان نجس هستند. منظور از این نجاست چه نجاستی هست؟ بسیاری از علماء ظاهریه، علمایی که به ظاهر نصوص نگاه می کنند و به عمق بحث و به استنباط لازم توجه ندارند، اونها معتقدند که نجاست مشرکان نجاست ظاهری هست و نجاست حقیقی هست. یعنی اونها نجس العین هستند، بدنشون نجس العین هست. اونها را اگر دست بزنی هم گویا به نجس دست زدی. در ظرف اونها، در غذاهای اونها که دست اونها تماس پیدا می کند، اینها همه نجس هستند. این اعتقاد و دیدگاه علماء ظاهریه هست. اما علماء ما و جمهور علما معتقدند که منظور از این نجاست ظاهری نیست، نجاست معنوی هست. نجاست معنوی همون که ابتدا عرض کردم که عقایدشون مشکل داره، به خاطر این عقیده خرافاتی، به خاطر عقیده شرکی اجازه ندارد که وارد حرم امن الهی بشه. این در واقع تنبیه و جزایش هست در دنیا، نه اینکه خودش نجس هست که اگر دست زدی دستت نجس میشه، یا ظروفشان غذایشون نجس هست. چنین چیزی نیست. چرا؟ مشرک وقتی که مشرک باشد و به نام غیر خدا ذبیحه بکند، چیزی را بکشد، ذبیحهش را نمیخوریم. اما اگر غیر از ذبیحه بقیه مأکولات، بقیه غذاهایی که مشرک حتی درست میکند، از غذاهای حلال مثل سبزیجات، شیرینیجات، حلویات، امثال اینها نجس نیستند. پس این نجاست ظاهری و حقیقی نیست، این نجاست معنوی هست. این یک نکته. نکته دوم اینه که آیا مشرکین که ممنوع هستند از مسجد الحرام، از کعبة الله، یا از همه مساجد؟
بسیاری مساجد دیگر را قیاس میکنند بر مسجد الحرام، همونطور که در مسجد حرام ورودشان ممنوع است، در مسجد مکی هم مثلا ورودشان ممنوع است. اما علما و فقهای ما امام ابو حنیفه و امام شافعی رحمه الله و جمع بزرگی از فقها معتقدند که این حکم مخصوص مسجد الحرام است، برای مساجد دیگه نیست. دلائل زیادی نوشتن. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یکی از مشرکین را، یکی از کفار را که اسیر شده بود دستور دادن در مسجد النبی، ثمامه بن اثال، دستور دادن در مسجد النبی او را ببندند، تو مسجد آوردند و گروهی از مشرکان برای مذاکره آمدند، داخل مسجد النبی آمدند. پس حتی این حکم برای مسجد النبی نبود. بنابراین فقها میفرمایند که این حکم فقط مال مسجد الحرام است، مال بیت الله است. لذا الله میفرماید که از این سال به بعد اینها نزدیک نیاند. خب این حکم مقداری مسئله را دشوار میکرد، به دلیل اینکه یک سری روابط تجاری با مشرکین در جریان بود. مسلمانان به این فکر افتادن که الان که مشرکین اجازه ورود داشته نباشند به حرم را، خب همیشه بیشترین تجار مشرکین بودند، اموال تجاری زیادی بالخصوص در موسم حج می آوردند و به فروش می رسوندند. ممنوعیت اونها و جلوگیری اونها ضربه مهم اقتصادی وارد می کند. الله عزوجل فرمود که شما از این بیم داشته نباشید و ان خفتم عیلة فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء. اگر شما از عیله، از فقر ترسیدید، از ضربه اقتصادی واهمه داشتید، فسوف یغنیکم الله، خداوند ان قریب شما را مستغنی می سازد، بی نیاز می سازد از فضل خودش اگر خود بخواهد. یعنی یفتح بابا آخر للرزق، در دیگری را از رزق می گشاید. انسان همیشه به اسباب نگاه می کند، گرچه دار و مدار در دنیا به اسباب است، ولی لازما یک سبب نیست. یک سببی که انسان از دست بدهد، سببی برای معاش، سببی برای رزق فکر میکنه دیگه بسته شد، در حالی که الله عزوجل این اسباب را خلق میکند. اگر روزی برای شما مقدر باشد، این سبب بسته شد، سبب دیگر، این طریق مسدود شد، طریق دیگر. لذا اینجا همین مطلب را الله میفرماید که شما دستور خدا را اجرا کنید، از فقر نترسید، از ناداری نترسید، خدای تعالی شما را مستغنی می کند. چگونه مستغنی کرد؟ مفسران نوشتن که بعضی از قبایل و اهل نجد و قبیله قباله و قبیله حرش، اینها تازه مسلمان شده بودند و اینها جایگزین شدند به جای مشرکین اطراف مکه. بعد از اون اینها تجارت میکردند و بهترین کالا را با قیمت پایینتر در موسم حج و در مکه مکرمه اینها عرضه میکردند. لذا الله عزوجل جایگزین را قرار داد. و قد انجز الله وعده، اینجا که فرمود و ان خفتم عیلة فسوف یغنیکم الله، اگر از فقر ترسیدید خدا شما را مستغنی می سازد. نوشته علامه آلوسی و قد انجز الله تعالی وعده، خداوند وعده را کامل کرد. چگونه؟ اولا بان ارسل السماء علیهم مدرارا، خداوند اون سال باران بسیار زیادی داد که خود مدینه از نظر کشاورزی بسیار پیشرفت کرد، نسبت به سالهای گذشته خیلی بهتر بود. مدینه هم مستغنی شد و وفق اهل نجد و قبالة و حرش، این قبائل را موفق کرد. فاسلموا و حملوا الیهم الطعام، اینا مسلمان شدند و بعد از اون
مواد خوراکی را اینها می آوردند و ما یحتاجون الیهم فی معاشهم. بعد از این مرحله اول بود. ثم فتح علیهم البلاد والغنائم، بعدا شهرهای دیگه، روستاهای دیگه فتح شد، غنیمتها زیاد شد. و توجه الیهم الناس من کل فج عمیق، از هر راه دور و دراز مردم به طرف حج می آمدن، به طرف مدینه می آمدن. دیگه از نظر اقتصادی مشکل کاملا برطرف شد. لذا الله می فرماید و ان خفتم عیلة، اگر شما ترسیدید از عیله، از فقر ترسیدید، فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء، ان قریب الله شما را مستغنی می سازد از فضلش اگر بخواهد. ان الله علیم حکیم، بدون شک الله می داند، شما نمی دانید. حکیم است، دستوراتش بر اساس حکمت. هر دستوری که در قرآن آمده پر از حکمت، مملو از حکمت، به ضرر شما نیست، نه به ضرر جانیه، نه به ضرر مالی اقتصادیه، از هیچ جهت به ضرر انسان نیست، چون که الله حکیم است و حکیم به فعل نامناسب و به دستور نامناسب هرگز حکم نمی کند. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. اعاده موضوع جهاد است. خدای تعالی می فرماید با چه کسانی بجنگید، چرا بجنگید، تا چه زمان بجنگید. بحث جهاد است. اولا قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، شما بجنگید با کسانی که ایمان ندارند به خدا و به روز آخرت، نه به مبدأ نه به معاد. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، و آنانی که حرام قرار نمیدهند آنی که خدا حرام قرار داده و رسول، کالمیت و ما اهل به لغیر الله، یعنی شرک فعلی میکنند. الله میدونه یعنی چه. اونهایی که حلال خدا را حرام میکنند، حرام خدا را حلال میکنند برعکس. ولا یدینون دین الحق، و آنانی که تابع دین حق نمیشوند، متدین بدین حق نمیشوند. اینا کیا هستند؟ من الذین اوتوا الکتاب، آنانی که کتاب داده شدند. با اینها بجنگید. حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون، جزیه را با ذلت بدند، جزیه پرداخت کنند. اگر جزیه پرداخت کردن که نوعی تسلیم شدن است در مقابل حکومت اسلامی، اون وقت دیگه جنگ با اونها ممنوع است، جنگ تمام میشه. جنگ میکنیم، رسول الله فرمود تا اینکه لا اله الا الله بگویند، یا جزیه بدند یا کشته شوند. این سه چیز پایان جنگ هست، یا مسلمان شدن، یا جزیه پرداخت کردن، یا اینکه کشته شدن. پس اینجا فرمود حتی یعطوا الجزیة عن ید، عن ید یعنی عن ذلت، با ذلت بدن. و هم صاغرون، صاغرون اینجا است منقادون لحکم الاسلام، یعنی بعد از اون تسلیم بشن برای حکم اسلام، تابع بشن. هر قانونی که حکومت اسلامی دارد باید اونها به جا بیاورند، تابع بشن، تمرد نکنند. تمرد که نکردند نیاز به جنگ نیست. پس یکی دیگر از مواردی که قبلا عرض کردم که با اونها جنگ درست نمیشه، در صورتی که اونها تسلیم بشند، ولو اینکه بدین خودشون بمانند، اما قوانین را، ضوابط را بپذیرند. خب اما این جزیه، چقدر جزیه بدن، بحثی در میان طلاب هم هست همیشه که چه مقدار باید جزیه بدن. گرچه بعضی ها مشخص کردند از زمین ها 1/4 را، بیشتر کمتر، بعضی 1/10 را، اما اون چیزی که قول درست است اینه که این بستگی دارد به رأی حاکم مسلمانان، با توجه به شرایط و با توجه به توانی که هست، هم جزیه از اونها بگیرد و هم خراج زمین هایشون را وقتی که
زمین های دارالکفر بودند. و قالت الیهود، این یکی از دلائل جنگ بود که اینها مقید به قوانین نبودند. یکی دیگر از دلیل پنجم جنگ، چند دلیل اینجا بیان میشه، اینه که اینها نسبت به خدای عزوجل توهین میکنند، هم شرک هم توهین. الله می فرماید و قالت الیهود عزیر ابن الله، یهود میگوید عزیر فرزند خداست. و قالت النصارى المسیح ابن الله، نصارا میگوید مسیح فرزند خداست. ذلك قولهم بافواههم، این سخنشان هست با زبانشان، با دهانشان. یضاهئون قول الذین کفروا من قبل، مشابه است، شباهت دارد با قول کسانی که کفر کردن قبل از اینها. مشابهت دارد با قول چه کسانی؟ بعضی گفتن منظور مشرکین است، چون مشرکین هم میگفتند الملائکه بنات الله، ملائکه دختران خدا هستند. پس قول یهود، قول مسیحیان مشابه مشرکینه که مشرکین از قبل کفر کردند، اینها الان با این افراط و زیاده روی دارن کفر میکنن. و بعضی میگن قول الذین کفروا من قبل، منظور من قبل آبا و اجدادشون هست، آبا و اجداد که قبلا بود اونها هم همین کلمه را میگفتن، اینا هم همون کلمه را میگوین. قاتلهم الله، خدا اینها را لعن کرده، خدا بکشد اونها را، یعنی لعنت و نفرین هست، از رحمت خدا بدور بادا. انا یؤفکون، به کدام سمت و سو اینها برگردانده میشوند، منحرف میشوند، که نسبت به خدای عزوجل خالق و اون ذاتی که محسن است به تمام معنا، نسبت به اون ذات چنین بی ادبی میکنند. و یکی دیگر از صورتهای کفرشان، اونها نه تنها مرده پرستند بلکه زنده پرست هم هستند. این انبیاء اولیاء اینا که قبلا وفات کرده بودند و رفته بودند، زنده ها را هم پرستش میکنند. الله می فرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، آنان گرفتند احبار خودشان را، علماء خودشان را، و رهبانهم و دراویش خودشان را، اربابا من دون الله، آنها را به عنوان رب بغیر از خدا گرفته بودند. والمسیح ابن مریم، و همچنین مسیح ابن مریم که پیغمبر خداست، او را به عنوان خدا انتخاب کرده بودند، در حالی که و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا، آنان دستور داده نشده بودند، بنویسید در کتب الهی، در کتب الهی فقط برای آنها این حکم صادر شده بود که الا لیعبدوا الها واحدا، مگر اینکه عبادت کنند فقط و فقط الها واحدا، خدای یگانه را، لا اله الا هو، هیچ معبودی لایق عبادت، لایق پرستش نیست مگر او. اما اینها احبار و رهبان خودشون را و مسیح ابن مریم را رب خودشون گرفتن. چگونه رب گرفتن؟ ببینید، برای احبار و رهبان آنطوری که مفسرین گفتن، اقوال مختلفی گفتن، همان گونه که برای خدا باید سجده بکنند، برای احبار و رهبان سجده می کنند، برای اونها تعظیم می کنند، کرنش می کنند، جلوی اونها کاملا دلا میشند، خم میشند. لذا این را الله میفرماید که آنها را رب گرفتند. تفسیر جمل نوشته و کان یسجدون لهم کما یسجدون لله، برای علما، دراویش، پیرها، رهبان، اونها این راهبهای را میگن که فقط کارشون به زعم خودشون عبادت است. احبار جمع حبر است، حبر عالم بزرگ را میگن، عالم قوی را میگند. لذا دو گروه هستند، یکی علمایشان و یکی دراویششان.
همونطور که ما در جامعه خودمون داریم، هم عالم داریم هم درویش داریم که معمولا به اونها پیر و خلیفه میگویند. اونها هم داشتند، هم عالم داشتند هم راهب داشتند، عابد داشتند. اینها برای اونها سجده میکردند. عیسی مسیح را هم فریاد میزدند، استمداد میکردند. بعضی اینو گفتند، بعضی گفتند نه، هر چیزی که اینها حلال اعلام میکردند حلال میدانستند، اینها حرام اعلام میکردند حرام میدانستند. خب این نکته را دقت کنید، هیچ کسی اجازه ندارد که حلالی را که خدا حلال کرده حرام بکند، در هر سطحی باشد، این فقیه، این ولی، این امام، هر که باشد. خدا وقتی که حلال کرده کسی دیگه نمیتونه حرام بکند، یا خدا وقتی که حرام کرده کسی دیگه نمیتواند حلال بکند. به خاطر هر مصلحتی، مصالح حکومت باشد، مصالح وحدت باشد، گاهی مثلا امکان داره ما وحدت بکنیم، وحدت سیاسی با کشورهای غیر مسلمان، کشورهای اروپایی، کشورهای شرقی، لذا بیاییم و یه چیزهایی از احکام اسلام را برداریم و فقهای ما این حکم را صادر بکنند، حلال را حرام بکنیم، حرام را حلال بکنیم. این اجازه را ندارند. اینجا که خدا میفرماید احبار و رهبان را رب گرفتن، به این معناست که حیث اطاعوهم، از آنان اطاعت میکردند فی تحلیل ما حرم الله، اون چیزی که خدا حرام قرار داده حلال میکردند، و تحریم ما احل الله، تحریم ما احل الله، کما یطاع الارباب فی اوامرهم و نواهیهم، چنانچه از ارباب در اوامر و نواهی اطاعت میکنن، اینا در حلال و حرام اطاعت میکردن، در حالی که ما مسلمانان موظفین در حلال و حرام از خدا و کتاب خدا تبعیت بکنیم. اگر من عالم طبق دستور خدا فتوا دادم که اطاعت میشه، ولی اگر نشد نباید از دستور امثال من و فتوای امثال من، ولو که در جهت خلاف قرآن باشه، کسی اطاعت بکند. پس بعضی به این معنا گفتن که هرچی که اونها حلال و حرام میکردند حرف شنوی داشتن. الله میفرماید لا اله الا هو، بغیر از او کسی دیگه لایق پرستش نیست. بعضی در ضمن این مسئله خدمت شما عرض کنم، یه سوالی که بعضی ها میگویند خب آیا درست هست که ما دست کسی را ببوسیم؟ چون که دست کسی را اگه ببوسند هم نوع تعظیم هست. در کتاب‌های فقهی ما نوشتند که بوسیدن دست پدر، استاد، شیخ، عالم بزرگی اگر باشد اشکال ندارد، ولی باید طوری باشد که انسان خم نشه، انسان دلا نشه. این تعظیم مال خداست، گرچه عقیده شرکیه نیست، کسی به نیت عبادت خم نمیشه. خیلی تعظیم ها هستند که شرک نیستن، مثلا کسی میره کسی را احترام میکنه، فقط به خاطر احترام برای او سر به سجده میگذارد، عقیده نداره که این خداست. بله این شرک نمیشه ولی حرام است. این نوع تعظیم چی است؟ حرام است. امروز در خیلی از کلیپ ها دیده میشه که در بلاد دیگر، الحمدلله در این بلاد ما نیست، در بلاد دیگر مردم به کسانی که اعتقاد دارند و دوستش دارند تعظیم فوق العاده می کنند، کاملا در حالت رکوع یا بعضی به پاهایشون می افتند، سجده می کنند. اگر اعتقاد الوهیت داشته باشند که این شرک مطلقه، اگر اعتقاد الوهیت داشته نباشد حرام مطلقه، حرام است، نباید، چون که این تعظیمی هست که مخصوص الله عزوجل است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون حدیثی که فرمود اگر سجده جائز بود من زن را اجازه می دادم و می گفتم برای شوهرش سجده بکند، اون سجده سجده عبادت نیست، اون سجده تعظیم و احترام است.
همون تعظیم و احترام جایز نیست، همون حرامه. اون که برای عبادت باشه که شرک میشه، انسان را از اسلام خارج میکنه، از دایره ایمان خارج میکنه. لذا چه به نیت عقیده باشد، با عقیده باشد، عقیده عبادت. انسان اگر با عقیده باشه انسان کافر میشه، اگر با عقیده نباشد صرفا تعظیمی باشد این حرام است. لذا الله تعالی می فرماید اینها را تعظیم می کردند، احبار و رهبان خودشان را عبادت می کردند، رب قرار داده بودند. لا اله الا هو، هیچ معبودی بغیر از الله نیست، همه عبادت ها باید فقط برای خدا انجام بگیرد. سبحانه عما یشرکون، الله پاک است از آن چیزی که مردم شریک میگیرند با او. مردم شریک میگیرن، الله از این شرکا پاک است. یریدون ان یطفئوا نور الله، این دلیل هشتم جهاد است. آنان میخواهند که نور الهی را که دین خدا هست، دین اسلام هست، دین توحیدی هست، اینو میخواهند خاموش کنند. به این خاطر باید با اینها جنگید. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، الله می فرماید آنها می خواهند که خاموش کنند نور الهی را به افواههم، با افواه خودشان. افواه جمع فوه است، فوه دهان را میگند. منظور اینجا اعتراضات شرکیه هست بر احکام خدا، بر احکام توحید، بر دین اسلام اعتراض میکنند. اعتراضات شرکیه در مردم تشویش ایجاد میکنند، شک و تردید ایجاد میکنند، شب و روز تبلیغ میکنند تا مردم یه مقداری به سوی غیر الله برند، مردم استمداد کنند، مشکلات خودشون را از جای دیگه برن بگیرند. لذا اینا میخوان این نور توحید را خاموش کنند. اما ویأبی الله الا ان یتم نوره، الله نمی پذیرد، انکار می کند اینکه نورش را کامل مگر اینکه نورش را تمام کند، کامل بکند. ولو کره الکافرون، گرچه کافران نپسندند، دوست داشته نباشند. الان یک نمونه از یتم نوره، خدا چگونه نور را کامل کرد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، الله آن ذاتی هست که رسولش را فرستاد با هدایت، با قرآن و دین الحق، و با دین حق، با دین اسلام فرستاد. لیظهره علی الدین کله، تاکه غالب بگرداند آن را بر همه ادیان. ولو کره المشرکون، گرچه مشرکان نپسندیدند، جنگیدند، درگیر شدند، ولی الله عزوجل این نور را کامل کرد. تمام جزیره العرب مسلمان شد و بسیاری از بخشهای خارج از جزیره العرب مثل بلاد یمن و غیره، اینا در زمان خود رسول الله صلی الله علیه وسلم فتح شد و مسلمان شدند. اهل یمن آمدند و از اهل بلاد دیگر خارج از جزیره العرب آمدند. لذا دین بر همه عرصه ها غالب شد، تمام بلاد را در بر گرفت. پس این نمونه یتم نوره، خدا چگونه نور را تکمیل کرد. ابتداءً به صورت قاچاقی در دار ارقم، به صورت سینه به سینه، دهان به دهان اسلام عزیز را منتقل می کردند. آخر به کجا رسید؟ این واقعا انسان ابتدایش را فکر کند که کسی نمیتونست خانه کعبه نماز بخواند. هر کس میاد مسلمان میشد، پیغمبر میگفت برو مخفیانه فعلا. اما آخر به کجا رسید؟ این پس واقعا نمونه و یتم نوره هست. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. خدای عزوجل هم دلیل دیگری برای مشروعیت جهاد بیان می فرماید و هم تذکر مهمی به اهل ایمان هست. می فرماید ای مؤمنان، بسیاری از احبار علما هستند،
احبار عرض کردم لقب علماء یهود است. رهبان، راهبان دراویش مسیحی یا دراویش یهودی، لیأکلون اموال الناس بالباطل، مال مردم را از طریق باطل میخورند. و یصدون عن سبیل الله، از راه خدا باز میدارند. خیلی ها هستند که دین را وسیله معاش خودشون و وسیله دنیای خودشون قرار دادند. اینها نشستند و حق را کتمان میکنند، مسائل را طبق مراد خودشون و هوای نفس اونگونه صادر میکنند، به مردم فتوا میدهند تا که مردم طوری عمل کنند که همش جیب اینها پر بشه. الان در جامعه ما هم هست، به انواع دیگر، به اشکال دیگر، در هر جامعه هست. این در یهودیت و مسیحیت بود که اونها هر چیزی که مردم میگفتند طبق میل مردم فتوا صادر میکنند. خیلی ها بودن در گذشته، الان کم هست، در مراسمات مختلف طور دین را تعریف میکردند که همش مناسبت ها بود، همش پخت و پز بود، همش دیگ و پادیگ بود، همش سفره و غذا بود. هر 3 روز، 7 روز، 40 سال فلان. اینا برای چیه؟ برای این هست که بازار خودشون را گرم بکنن. و الا در سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و در احکام خدا نیست. این الان یک نمونه کوچیکی هست. خیلی ها هستند که شاید صراحتا گفته نشه، چون بعضی ها قصدی ندارن، بعضی ها صرفا مغازه باز کردن، دکان باز کردن، از طریق دین، از طریق راهنمایی به مردم، از طریق نمیدونم علاج و درمان مردم، فقط کارشون این. تبلیغات هم دارند، کارت هم مثل کارتای تبلیغاتی توزیع میکنند که دعانویس برای هر دعای اینقدر این مبلغ پول میگیره. یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا. حتی بعضی گفتن بعضی مردم که قاچاقبری میکنند به اونها هم دعا میدن تضمینی که مالت برسه به مقصد. اینا از طریق دین، قرآن، دعا، خدا این را وسیله معاش خودشون قرار دادند. العیاذ بالله. علماء یهود، بنده که قبلا عرض کردم شاه ولی الله رحمه الله میفرماید تمام نمونه هایی که اونجا هستند در امت ما هم هستند. ما خودمون را بپاییم، خودمون را اصلاح بکنیم. لذا خیلی ها هستند که از این طریق میخواهند که امرار معاش کنند، مثل اون ملاها. الله میفرماید لیأکلون اموال الناس بالباطل، مال مردم را از طریق باطل میخورند. و یصدون عن سبیل الله، مردم را از راه خدا باز میدارن با شبهات. اگر مردم میخوان بیان به طرف رسول الله، به طرف دین، به طرف اسلام، میترسند که اگر اینها برن دکان ما تعطیل میشه، اون مرجعیتی که دارن، اون مرجعیت از دست میره. لذا شبهات ایجاد میکنن. نه، این پیغمبر اونی که تو تورات آمده بود اون نیست، اون باید از خود ما باشد، از بنی اسرائیل باشد. و شبهاتی که از خود ایجاد میکردند. و باز این همه مال را که روی هم انباشته کرده، حق مال را هم نمیداد. والذین یکنزون الذهب، درباره همین هم ملاها هست که مال انباشته میکنند و هم سرمایه‌دارانی که زکات نمیدهند. الله میفرماید والذین یکنزون الذهب والفضه، آنانی که سرمایه میکنند، ذخیره میکنند و خزانه میکنند طلا و نقره را، ولا ينفقونها في سبيل الله، و آنان را خرج نمی کنند در راه الله، فبشرهم بعذاب علیم،
آنان را مژده بده به عذاب دردناک. اون عذاب چیه؟ یوم یحما علیها فی نار جهنم، روزی که داغ داده می شوند بر آن مال در آتش جهنم. مالشون اونطور که در حدیث آمده به صورت صفحه‌ای در آورده میشه، تختهای آهنینی که این را در جهنم اول داغ میکنند، بعداً فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، به وسیله همان مال داغ داده میشه پیشانیشان، چهرهشان، و جنوبهم جنبشان، کنار بدنشان، دنده هاشان، پهلوهاشان به اصطلاح، و ظهورهم پشتشان. منظور از هر طرف، جلو، عقب، کنار، از هر طرف این آقا را بدنش را داغ میکنند. اعاذنا الله. هذا ما کنزتم، یقال لهم، به آنان گفته میشه هذا ما کنزتم لانفسکم، این آن مالی هست که شما سرمایه کردید برای خودتان، انباشتید، سر هم گذاشتید. مردم فقیر بودند، گرسنه بودند، چیزی نداشتند، شما اینا رو تو بانک ها به میلیارد میرسوندید. فذوقوا ما کنتم تکنزون، بچشید آنچه که شما خزانه کردید، آنچه که ذخیره کردید. وقتی که انسان حق خدا را، حق مال را انجام نده، این میشه نتیجهش، عاقبتش. و در حدیث دیگری آمده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که این مال انسان تبدیل به مار میشه، به شجاع اقرع، به ماری که تاس هست. شجاع اون مار را میگن که تاس هست، از بس که زهرش خطرناک است حتی موی سرش را هم ریخته. له زبیبتان، دو تا خال دارد بالای چشمش، یعنی وحشتناک، شکلش هم عجیب. و این انسان را به گردن انسان میپیچد و از دو طرف دهانش را میکشد، میگوید انا مالک انا کنزک، من مال تو هستم، من سرمایه تو هستم. لذا الله میفرماید فذوقوا ما کنتم تکنزون. بیشتر گرچه این آیه درباره علماء یهود از خدمت شما قبلا عرض کردم، یکی از صفات یهود بخل بود، خیلی کم مال در راه خدا اونها صرف میکردند و حب مال عجیب بود، بالخصوص در ملاهای اونها. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل